باز یک شرکت رستمی امامعلی از باج و انداز آزاد شد. وکیل دفاع عبدالله غربتی از دادرس طلب کرد که نسبت زیر حمایه‌اش حکمی سفید کننده قبول کند و او را از تالار سود آزاد نماید. در کراسنویارسک 10 نفر مهاجر تاجیک به شرطنامه با ارتش امضا گذاشتند. در نتیجه نزاع مرزی قرغیزستان با تاجیکستان در قرغیزستان جمعاً 640 خانه آسیب دیده است. تاجیکستان حالا حساب ضررش را تمام نکرده است. حکومت تاجیکستان شرکت مرمری، یک شرکت عظیم چاروا و پرنده پروری را در جنوب تاجیکستان برای آوردن 140 نامگوی مال و محصولات از خارج از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. مقامات تقدیم امتیازها را پشتیبانی از شرکت‌های وطنی می‌گویند. دیگران از نابرابری شکایت دارند. در یک سال آخر بار دوم است که شرکت مرمری از حکومت امتیاز می‌گیرد. سال گذشته حکومت این شرکت را برای 7 سال از پرداخت اندازها پر را آزاد کرده بود. در این سند از این قرار سخاوتمندانه حکومت به شرکت خصوصی مرمری با بدون باج گمرکی و انداز وارد کردنش 140 نامگوی مال و محصولات را از خارج مقدار پولی که بودجه کشور بای می‌دهد ذکر نشده است. با ارزیابی چندی از بروکران گمرک که با این فهرست شناس شدند، باج گمرک و انداز این مقدار مال و تجهیزات بیش از 20 میلیون سومانی بوده میتواند. این گونه امتیازها شرکت را در برابر رقیبانش در بازار داخلی که وظیفه دارند انداز بدهند در مقام استثنایی قرار میدهد. با نشر این خبر رادیوی آزادی می نویسد تحقیق معلوم کرده است که این شرکت را شخصانی نزدیک به رستمی امامعلی شهردار دوشنبه و پسری پرزیدنت تاجیکستان رهبری می کند. مقامات در این مورد هیچ اشاره نکرده اند. هنگام افتتاح فرمه چارواپروری مرمری در یاوان، کارگاه مرغپروری در دنغره و ذبحگاه آن در دوشنبه نیز شخصا رئیس جمهور امامعلی رحمان و پسرش رستمی امامعلی اشتراک داشتند. در حالی که صاحبکاران و مالکان شرکت‌های دیگر از سرباری گران انداز شکایت می‌کنند، در تاجیکستان شرکت‌های نزدیک به عائله رئیس جمهور امتیاز می‌گیرند و از پرداخت انداز باج‌های گمرکی آزاد می‌شوند. در مرافعه دادگاهی امروزی عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، وکیل دفاعش از دادرس طلب کرد که نسبت زیر حمایه‌اش حکمی سفید کننده قبول کند و او را از تالار سود آزاد نماید. مرافعه این دفعه نیز در بینای بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه کرد و دوام آن به روز دیگر گذاشته شد. تبر مرکزی مستقل عاید به حفظ حقوق انسان در این باره معلومات نشر کرده است. وکیل دفاع در سخن حمایویش به دلیل بودن گناهی نسبت زیر حمایه‌اش اعلان شده را به اثبات رسانیده است. رئیس کننده مرافعه سودی عبدالله غربتی پس از شنیدن سخن وکیل دفاع بررسی مرافعه دادگاهی را به روز دیگر موقوف گذاشته است. حالا دقیق نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می شود. مرافعه های دادگاهی عبدالله غربتی پشت درهای بسته می گذرند و به آن پیوندان و روزنامه‌نگاران را راه ندادند و سبب منع شرکت هم معلوم نیست و با گذشت 3 جلسه سودی کسی شرح نمی دهد. در مرافعه قبلی عیبدار کننده دولتی برای عبدالله غربتی 8 سال زندانی نظامش پرزور طلب نموده بود. پس از این همسر عبدالله با ارسال مکتوبی کشاد به عنوان پرزیدنت امامعلی رحمان خواسته بود که محاکمه پرونده شوهرش را زیر نظارت شخصی خود گیرد و نگذارد که یک عائله جوان از هم جدا شود. در کراسنویارسک از بزرگ شهرهای روسیه در سیبیر 10 نفر تاجیکی مهاجر به شرطنامه با ارتش روسیه برای رفتن به جنگ اوکراین امضا گذاشته‌اند. به آنها وعده شده است که در کمترین مدت شهروندی روسیه را دریافت خواهند کرد. طبق اطلاع منبع پیام، با تبلیغ مقامات روس و برخی تاجیکان مقیم این شهر، 10 نفر مهاجران مهنتی تاجیک تصمیم گرفتند برای دریافت شهروندی روسیه در جنگ اوکراین شرکت کنند. مقامات شهر با آنها وعده دادند در صورت سفربر شدن به ارتش در 3 ماه شهروندی روسیه خواهند شد. همچنین صدها تاجیکی مقیم این کلان شهر که شهروندی روسیه را دارند دعوتنامه به کمیسریات‌های حربی را دریافت کرده اند. به مهاجرانی که با ارتش روسیه شرطنامه بستند وعده شده است که آنها را به خط اول فرانت نخواهند فرستاد، بلکه در عقبگاه خدمت خواهند کرد.
در همین حال رسانه‌های روسی الکی ده‌ها نوار نشر کردند که از توده کشته شدن بسیج‌های نو و یا اسارت آنها خبر می‌دهد. در شبکه‌های روسی نوارها از سفربر شدن تاجیکان به ارتش نشر می‌شود که شمارشان تا رفت در حال افزایش می‌باشد. در یک نوار که گفته می شود در شهر برناول ثبت شده است، حدودی 10 نفر تاجیکان دیده می شوند که به ارتش می روند. Işte de abi benim yanımda. Я провожу персонал. Что нам мама? Мама. معلش حبیب جان خیر حبیب جان خیر نکن نه خورم حبیب جان این هم در حالی است که اخیراً سفارت روسیه در دوشنبه با نشر اظهارات از خارجیان مقیم روسیه از جمله تاجیکان دعوت کرد که به هر گونه معلومات پهن شده و نادرست درباره سفربری جزئی به صف ارتش این کشور باور نکنند. در اظهارات گفته می شود که خبرها عاید به جلب مهاجران به سفربری جزئی در روسیه اساس واقعی ندارد و مهاجران نباید به آن داده شوند. در ولایت بادکند قرقیزستان برای برقرارسازی خانه‌های آسیب دیده ساکنان در نتیجه نزاع مرزی با تاجیکستان 160 خانه آسیب دیده را تعمیر و برقراریش را ناممکن دانسته به تمام تخریب کرده اند. گفته می شود در نتیجه نزاع اخیری مرزی قرقیزستان با تاجیکستان در آن کشور جمعاً 640 خانه آسیب دیده است که 423 منزل را برقرار کردن ناممکن بوده است. در حال حاضر 160 خانه آسیب دیده به تمام تخریب کرده شده است. در نتیجه نزاع مرزی با تاجیکستان همچنین 11 بنای معموری، 27 انشاءات اجتماعی، 335 انشاءات یاری رسان، یک پل ماشینگرد، 197 انشاءات کشاورزی و 61 ماشین در قرقیزستان آسیب دیده است. تا حال تاجیکستان باشد حسابی ضرری دیده اش در نتیجه نزاع مرزی را اعلان نکرده است.